عین زمان هنرمند از انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عالم جمعه‌خواند وارد شدند. سرول شما را خوش آمدید میگویم. روز شما بخیر باشد. تشکر زیاد. روزی همه هموطنان عزیز بخیر باشد. بگذار در این سال 2025 همیشه خوشبختی سلامتی برای مردم عزیزی شریفان آرزو دارم. در سال 2024 با کدام موفقیت نایل گردیدید؟ تشکر زیاد. البته برای من 2024 بسیار یک سال خوب بود، سال پربرار بود، چون که من در سال 2024 در چورابینوی دولتی برآمد کم روزهای فرهنگی رفتیم در شهر قزاقستان. البته در سال 2025 سرودهای خوبم ایجاد کنم درباره وطن، استقلالیت و وحدت پیشنهاد کنم. خب بهترین. رو یکی درینه ضربه شستی تو در دلشینه چشمی مستت پر زیرم زوکینه نقشی رخساری تو در آینه زده ای بر کپی دستت هینه وصلی تو داروی دردی سینه بقرارم از برات سبزینه دل فیگارم از برات سبزینه بقرارم از برات سبزینه دل فیگارم از برات سبزینه حسنی تو لشکری رازه دارد با دلی خسته گدازه دارد تا کی سوز و نوازه دارد هر دروغ ساری تو نازه دارد آغوشی گرمی تو بازه دارد لبی نرمت چی نیازه دارد زار زارم از برات سبزینه دل فیگارم از برات سبزینه زار زارم از برات سبزینه دل فیگارم از برات سبزینه شبی تور بقرارم از برات سبزینه دل فیگارم از برات سبزینه بقرارم از برات سبزینه دل فیگارم از برات سبزینه نکهتی گل سری سنبول کردنیست سنبول آخر یادی بلبل کردنیست رشته ی دل بندی کاکل کردنیست دل به دریای دلت پل کردنیست زار زارم از برات سبزینه دل فیگارم از برات سبزینه بقرارم از برات سبزینه انتظارم از برات سبزینه خاکسارم از برات سبزینه با کنارم تو بیا سبزینه با کنارم که میای سبزینه زار زارم از برات سبزینه دل فیگارم از برات سبزینه بقرارم از برات سبزینه انتظارم از برات سبزینه خاکسارم از برات سبزینه با کنارم تو بیا سبزینه
قمرالدین واقعا نوای خوب و دلنشین روح جان رو نوازش میکند و واقعا نفرانی که از صبح صادق با یگان نمودی نوازش گوش می‌دهند من فکر میکنم که در دوام روز روحیه خود را خوشحال و بریده رو احساس می‌نمایند. بله به همین خاطر در برنامه جشنی ما در برابر هنرمندانی که سرود می‌سرایند البته هنرمندانی هستند که با نوازش‌های جالب امروز می‌توانند طبع بیننده عزیز تلویزیون تاجیکستان را بریده بگردانند. و بیننده‌های عزیز ما در این لحظه‌های بسیار هم فرح بخش استقبال می‌گیریم مطرب بسیار هم خوشنواز محمد ولی آرزف. سلام علیکم مرحمت. روزی شما بخیر باشد. تشکر. یک نوای خوش و دلاشوب البته روح و جان همه بیننده‌های عزیز ما رو خوشحال می‌گردونیم. سلامت باشه. یک نوازشی دارم، نوازشی جدیدی تیار کردم با نام آبشاران که پیشکشی مخلصان می‌گردونم. مرحمت، صحنه در اختیار شما. یک جای بینندگان گرامی یک نوازش دلنشین را تماشا می‌کنید. سکی خانه تا بر
مسیح دامازی دستمانه تا مرغانی هوا در همسی دانه تا من در همسی کناری مستانه تا من از عشق تیم صدف به زندان مایل شدم نکرد لندان حیر زدندان من از عشق تیم صدف به زندان مایل شدم نکرد لندان مایل شدم نکرد لندان شب را دیدم آسیت تری بوی تله روز را دیدم سفید تری روی تله در باغ گشتم بیال توس قدی تله در دیده من نشین زمین جای تله من از عشق تیم صدف به زندان مایل شدم نکرد لندان حیر زدندان من از عشق تیم صدف به زندان مایل شدم نکرد لندان مایل شدم نکرد لندان این لحظه بینندگان عزیز هنرمند از انسامبلی فلکی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شهرت سینکوف است. خوش آمدید. روز شما بخیر باشد. صبح شما بخیر. صبح تمام تماشاگران تلویزیون تاجیکستان بخیر باشد. امروز ما یک سرود استرادی بهر مخلصان تیار کردم. رقص بکن چرخ بزن دلبری نازنینم. بهترین. خب تماشاگران عزیز این هدیه هنرمند محبوب هنرمند خوش‌آواز شهرت سینکوف رو با هم تماشا میکنیم. گل چیده به دست چون گلت بسته کنم گل غنچه به زلف سنبلت بسته کنم در جلوه در آوام عشق و هوست صد لاله به دور کاکلت بسته کنم در جلوه در آوام عشق و هوست صد لاله به دور کاکلت بسته کنم رقص بکن چرخ بزن دلبری نازنینم صنم محجبینم به تو من خورم رقص بکن چرخ بزن دلبری نازنینم صنم محجبینم به تو من خورم نفسی بهار داری گلکم میری چمنی دیار داری گلکم با غمزه عاشقانه و حسن بزه عاشق چو من هزار داری گلکم با غمزه عاشقانه و حسن بزه عاشق چو من هزار داری گلکم رقص بکن چرخ بزن دلبری نازنینم صنم محجبینم به تو من خورم رقص بکن چرخ بزن دلبری نازنینم صنم محجبینم
محجبینم به تو من خورم بکن چرخ بزن دلبری نازنینم صنم محجبینم به تو من خورم رقص بکن چرخ بزن دلبری نازنینم صنم محجبینم به تو من خورم رقص بکن چرخ بزن دلبری نازنینم صنم محجبینم به تو من خورم رقص بکن چرخ بزن دلبری نازنینم صنم محجبینم به تو من خورم ای طبیبی این دلی نالانی من یک خنده کن ای طبیبی این دلی نالانی من یک خنده کن پیشی چشمی من بیا از پیشی من دوری مجو پیشی چشمی من بیا از پیشی من دوری مجو دم به دم کوگکی خوشخوانی من یک خنده کن دم به دم کوگکی خوشخوانی من یک خنده کن یک خنده کن دو خنده کن دل رو به عشقت بنده کن دل رو به عشقت بنده کن ای جانی من یک خنده کن برگوش ها آوازم و آوازی تو من برد هوش از سرم ابروهی لالم نازی تو من برد هوش از سرم ابروهی لالم نازی تو خیز از جا ناز کن ابرو پران و چرخ بیزن خیز از جا ناز کن ابرو پران و چرخ بیزن دل نگردد هیچ سیر از نغمه و از سازی تو ای نگاری نازنین جانی من یک خنده کن ای طبیبی این دلی نالانی من یک خنده کن یک خنده کن دو خنده کن دل را به عشقت بنده کن دل را به عشقت بنده کن ای جانی من یک خنده کن بال افشان چون نسیم رو از منی شیدا مپیچ روی چون آینه دز یاری نو پیدا مپیچ روی چون آینه دز یاری نو پیدا مپیچ من همه دانند و بیشناسند و بینند از قریب من همه دانند و بیشناسند و بینند از قریب روزی یاری شوخی نو پیدایت ای زبا مپیچ ای نگاری نازنین جانی من یک خنده کن ای طبیبی این دلی نالانی من یک خنده کن ای طبیبی این دلی نالانی من یک خنده کن یک خنده کن دو خنده کن دل را به عشقت بنده کن دل را به عشقت بنده کن ای جانی من یک خنده کن یک خنده ای زبنده کن ای جانی من یک خنده کن در بین آدما چقدر آدما ایمار قیماون کو و در این سال چیکار میکرده باشن میدونی یک قصه یک امک داریم فیضلی مار وای بیچاره ایمار قیماوی آخی مرخور بود این فقط مور رو پرسیدن در قربانی شیوه قیمه شده یک روز میره و اسبش در یه حولی میبنده
در یه حولی میبنده با صاحب خونه رو فیرو میکنه که آدمی شومانده در کو خشلاق کوهی صاحب خونه خب پستر گوش ما کار کرده صاحب خونه صاحب خونه میگه که صاحب خونه میگه که ای خونه یک کمپیر میرویه همین کمپیر دو قده شیدگی چی میگو؟ آنمی خیلی میره با فیضالی مور میگه ای تو بکرده موما لبای خودت چند سالی که ای خیلی بد شدی یک با عمری من درختی ارچه ماندگی نیست کمپیر در حقیقت نمیدونه کدام سال تولد شده میگه بچه هم نمیدونم کدام سال تولد شدم نه که سال مورایی انا فیضالی مور میگه که خودم در قور صوتم در قور مورتم در قور برای قیموان میدونم که هر طرف خودی رفته میتونی شما پروبکر رو نگاه هم نمیکنین نه که احتیاجی ضررتون نرسه اکو بابای مرگان همین بگیریم که در همین زندگی هر کدامون موریم فقط تشخیص نمیکنیم اینجا در کار شوه برای کارمون بود کردن و نگاه نمیکنیم دوستای رفیقای انت یک طرفش میکنیم انت مور برای میگذیم مهم که کاری خودمون بود شده برای چی میگیم که مورمو تشخیص نمیکنیم با روزنامه نگار رو میگه که فرمان ببین ننویس این سیر خودش باید داد حالا فرمان ببینه رزبور ببین
گردیده همچون سور مجاب گردی چی خواهد شد تو ای بیگانه مشرب آشنا گردی چی خواهد شد و جانی خیر منم ای برد تا که میزنی آتش و جانی خیر منم ای برد تا که میزنی آتش بگیر دیدانم چون آسیا گردی چی خواهد شد بگیر دیدانم چون آسیا گردی چی خواهد شد مکن من از تماشایی نگاهم پاکی ابرو را و این بیچاره مهرابی دعا گردی چی خواهد شد دلم پاوا شود چین است جبین بکشا و ساغر کش دلم پاوا شود چین است جبین بکشا و ساغر کش مرا امروز باقی دل کشا گردی چی خواهد شد مرا امروز باقی دل کشا گردی چی خواهد شد سیدا امروز افتاد از رحم کن و این به دست پا گردی چی خواهد شد و این به دست پا گردی چی خواهد شد برادر دیده همچون سور مجاب گردی چی خواهد شد тамошобинони иззатманд имрӯз мо аз дастовардҳо ва ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сухан гуфтем ва азму иродаи ворисони аҷдодони сарбаланди худ андешаву суҳбатҳоро пешниҳод намудем. эътимод дорем ки саҳфаи имрӯзу фардои зиндагиро рангину хотирмону сеҳофарин мегардонед ва барномаҳои ҷолиби дигарро метавонед тариқи шабакаи телевизиони тоҷикистон тамошо кунед. барномаҳои дигари телевизиони тоҷикистон идома дорад ва бо пешниҳоди армуғони аҳли эҷоди барномаи субҳи тоҷикистон ба шумо тансиҳативу хонаободӣ таманно дорем. файзи фаровону меҳри бепоён, сафои зиндагиву сарбаландӣ ва ҳар он чизе ки мақбули шумост бар шумо таманно дорем. бигзор субҳи имрӯз бо пайки шодиву нусрат оғоз гардад. муждаи комёбиҳову дастовардҳои беназир аз ҳар гӯшаву канори тоҷикистон мардуми сарбаланди тоҷикро дилшодиву фараҳмандӣ бахшад. зангулаи вақт ҳамеша ба коми дил тантанаи ободиву озодӣ хушиқболиву осоиштагиро танин андоз кунад. субҳи шумо ба хайру шодӣ бошад. قمرم غیری قمر هیچ
سخنی شمع و شکر هیچ مدین پیشی من جز سخنی شمع